یک وطن یک انسان میروا همچون توریست وقتی که میروا تماشا میکنه وطن همون مردم معقولش میشه تماشا میکنن میره در یک سفارت به پیش یک سفارت میگذره نگاه میکنه که در تنه همون دیوال همون سفارت یک خریطه کوک کردگی چسباندگی وطن همین در یک گوشه کنار سرحد همون وطن او جا کردگی یک سنگ میگیره همون مسافر همون توریست در تریزه همون سفارت میزنه وقتی که میزنه تریزه میشکنه وقتی میشکنه ارگانوی او دولت خبردار بشن پختکو میکنن جستجو میکنن دستگیرش میکنن میارنش تو دیوانه شوری چکو کردی تو چی با میزنی خود یک شهروند دیگه بدهید همچون توریست تماشا میکنی کتا نمیکنی گفته است که مرا ناموسم نماند چی ناموسه دیدم که در همون خریطه وطن ما را در سرحد خودش در آورده است من نمیخوام حتی در بلوی کاغذ هم باشه وطن مرا یک کس پس بزنه یعنی ناموس دینی و انسانی و مسلمانی در کارده حالت همه آدم بعد میبرند جزاش میتن چکارش میکنن میگه چکار میکنن من این ناموسی وطن دارم هیچ وقت پس نمیام پس نمیزنم